اگر رخش است بی علت مرا سویت نیاورده. باریکلا روی ریتم 6/8 که داره اجرا میکنه، 6/8 اسلو، خیلی مترش خوبه، چون خودش میگم نوازنده است، موزیکو میشناسه، سوار روی کارش. درود به همه شما دوستان گرامی، امیدوارم که حال همتون خوب باشه. امروز میخوایم بپردازیم به نقد و آنالیز اجرای زنده علی زند وکیلی از خواننده‌ای که خیلی از شما دوستان عزیز درخواست کرده بودین که صداشو نقد و بررسی بکنیم به صورت مفصل. قبل از اینکه به این نقد و آنالیز بپردازم، میخواستم یه تشکر ویژه بکنم از همتون بابت محبتتون، کامنتایی که میذارین، لایک میکنین. اکثر کامنتاتون رو سعی میکنم بخونم. ببخشید که نمیتونم همه رو جواب بدم، حجم کامنتا زیاده، ولی از همینجا میخواستم بگم که دوستدار همتونم. خیلی ممنون که به من و به برنامه من و بچه‌هایی که داریم این برنامه رو تدارک میبینیم براتون اطمینان دارین و میدونین که به غیر از گفتن حقیقت در زمینه موسیقی هیچ هدف دیگه ای رو دنبال نمی کنیم. این برای ما خیلی خوشحال کننده است که شما هدف ما و نیت ما رو متوجه شدید. علی زند وکیلی چند وقت پیش یک اجرایی داشتن، یک تئاتر موزیکالی رو اجرا کردن به اسم رستم و سهراب اگر اشتباه نکنم. خیلی از شما عزیزان این ویدیو رو برای من ارسال کرده بودین و خواسته بودین ببینین که چه مدلی اجرا کرده تو اجرای زنده. بریم ببینیم چجوری اجرا شده. باریکلا، چقدر روی نوتای بم کنترلش خوبه و خیلی زیبا و دلنشین و گرم اجرا میکنه کارو. در مود ر فریژین هم هست که خیلی نوتا تمیز تو قسمت بم. اگه بخوایم با دستگاه ایرانی هم مقایسش بکنیم، در دستگاه شور نوشته شده، شور ر. خوب بود اینجا که داره همجوری به سمت های نوتا حرکت میکنه. یه مقدار روی یکی دو تا نوتا یه ذره کما شنیدم، ولی در مجموع کنترلش روی نوتا علی زند وکیلی خوبه. تمیز بود نسبتاً. باریکلا روی نوتای بم میگم خیلی کنترل خوبی داره، خیلی بمه، میاد روی اکتاو پایین، روی تونیک ر. خیلی اینجا بمه برای خواننده و کنترل کردن نوتا سخته، همون جوری که اوجخوانی سخته، بمخوانی هم بسیار سخته و کنترل روی نوتای بم مهارت میخواد که از پسش برمیاد علی زند وکیلی. باریکلا. ویبراسیونای خوب،
داینامیک خوب، این فراز و فرودایی که اجرا میکنه، فورتپیانوهایی که میخونه، کوک خوب، ریتم خوب، چه تنظیم خوبی هم داره. کار خیلی خوب تنظیم شده. خیلی هم انتقاد شده بود به این تئاتر موزیکالی که اجرا شده بود. من چون تخصصم تئاتر نیست نمیتونم نظر بدم، ولی در زمینه موسیقیش بسیار ارکستر خوبی نوشته شده و علی زنده وکیلی هم خیلی تمیز اجرا کرده. بارکالله. ریتم هم 6/8 6/8 1 2 3 4 5 6 2 2 3 4 5 6. خیلی رو اون ریتم داره مترش رو درست رعایت میکنه، کوانتایز خوب، همه ضربا سر جاشه و ویبراسیونای ته جمله‌شو اگه دقت بکنین کنترل شده است، قشنگ محکم و استوار اجرا میکنه کارو. در تونالیته فا مینور تئوریک هم هست. بله، همونطور که شنیدیم این نوتاییه که توی این تونالیته باید اجرا بشه. این آکوردایی که براتون زدم یه سری از آکورداییه که توی این تونالیته میشه ازش استفاده کرد و خیلی تمیز و مرتب اجرا شده بود. یه چند تا هم اجرای زنده داشته که بدون میکروفون و بدون هیچ گونه سیستم صوتی بوده. اینا رو هم با هم بشنویم. خودم شکستم تا نشکنی، چکیده روز تازه چشمهای من. بارکالله. خودم فدای تو غمت برای من، توی 1001 دلیل بودنم، به خاکت عاشقانه بوسه میزنم. بارکالله. همطور که میشنوین خیلی تمیز و جوست و کوکه، به غیر از ورودش که یه خورده چند تا نوتو اول ویدیو که شروع کرد یه چند تا کما شنیدم ولی درست شد. تکنیکای خوب، اون تحریرها خیلی خوب و دندونه دار و مشخص اجرا میشه. اون های نوت اکتاوی هم که خون با اون داینامیک که یه دفعه فورته میخونه بعد میاد روی کلمات دیگه پیانو میخونه، این حسی که شما اون کلمات رو درک بکنین، شعر رو درک بکنین و بتونین توی خوندنتون اجرا بکنین خیلی مهمه. فاکتور مهمیه که یک خواننده باید شعر رو درک بکنه. خیلی خوب اجرا شده بود. اون های نوت خیلی تمیز بود. نوت سوله این های نوته خیلی تمیز بود. در مود سول فریژین هم اجرا شده که مترادف ایرانیش میشه شور سول. خیلی تمیز و مرتب بود. تنت هزار زخم بی زمان. باریکلا. ویبراسیونا، تکنیکا، اون تحریرهایی که میزنه همه درسته. مشخصه که درست کار کرده. موسیقی میدونه، خودش نوازنده است، مدرس موسیقی، تدریس میکنه. تو دیداری هم که با هم داشتیم تو شهر هامبورگ، بسیار انسان افتاده، بچه خوب، بچه با معرفت
و هنرمند واقعی بود. من خیلی هم از شخصیتش و از کرکترش خوشم اومد. آرزوی موفقیت میکنم براش. تنت هزار زخم بی زمان وطن خزان دل نشین عاشقان وطن 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 شکوه مادرانه منی وطن تو عشق بی‌وفا. باریکلا. ریتمم 4/4 1 2 3 4 2 2 3 4. روی این ریتم 4/4 داره تمیزم مترش رو اجرا میکنه، دقیق روی ریتم خوب، کوک خوب، تکنیکای خوب، ویبراسیونای خوب، داینامیک خوب، فاکتورایی که یک خواننده باید داشته باشه که بشه اسم خواننده حرفه‌ای روش گذاشت. چه تقدیری از این بهتر که تو تقدیر من باشی، اگر خوابم مرا بیدار کن تعبیر من باشی، تویی زیبایی بی انتها من عاشقی در بر، تو مثل عشق بی تکرار مثل ماه بی مانند. خیلی تمیز و توانا اجرا میکنه. خواننده ها اگر مدعیان که خوانندن و صدای کوک و جوستی دارن، اون تقلبای اجرا رو باید بذارن کنار. این که میبرن صداشون رو کوک میکنن، روی تصویرها میذارن که بگن ما خیلی خفنیم و اینا. بیاین همین مدلی روبروی دوربین وایسن بدون هیچ دستکاری توی اجرا، صدای واقعی خودشون بدون هیچ گونه تقلبی. اون موقع ما میتونیم بفهمیم که چند مرده حلاجن. این تکنیک اوتوتیون و ملوداین وارد موسیقی ما شد و همه فاز خوانندگی گرفتن. ریز و درشت دارم میبینم تو اینستاگرام، خواننده‌های اینستاگرامی، خواننده‌های وزارت ارشادی، نمیدونم هزار مدل خواننده‌های لس آنجلسی، این ور اون ور، همه جای دنیا نشستن جلو دوربین و این اوتوتیون رو بغل کردن با ملوداین. همه به به و چهچه میکنن براشون. شما موقعی میتونی خواننده باشی که این مدلی بدون هیچ گونه سیستم صوتی بشینی جلو دوربین و بخونی که ما متوجه بشیم شما تو چه سطحی برنامه اجرا میکنی و خوانندگی تو چه لولیه. اگر رخش است بی علت مرا سویت نیاورده، که با این عشق رخت سرنوشتم را تنم کرده، تویی زیبایی بی انتها من عاشقی باریکلا. تو مثل عشق بی تکرار مثل ماه بی مانند. باریکلا. روی ریتم 6/8 که داره اجرا میکنه، 6/8 اسلو، خیلی مترش خوبه چون خودش میگم نوازنده است، موزیکو میشناسه، سوار روی کارش. اگه یه جاهایی هم یه کماهایی تو صدا شنیده میشه، این طبیعیه، فاحش نیست که بگیم خیلی فاحشه و فالشه. حنجره سازیه که اینسترومنتیه که کنترلش دست خواننده است و باید انقدر آواخوانی کار بکنه که خودشو به فرکانسای استانداردی که برای موسیقی در نظر گرفته شده نزدیک بکنه که این 12 تا نیم پرده است. اینا رو باید انقدر خواننده کار بکنه که هی خودشو به این فرکانس‌ها نزدیکتر و نزدیکتر بکنه که اون کماهاش هم کمتر و کمتر بشه و جوست بشه. زنده اکیلی جوست میخونه. روی سری از نوت‌ها که اینجا دارم میشنوم یه کماهای خیلی کمی میشنوم که طبیعیه توی اجرای زنده، مثل ویولون که بارها توضیح دادم این ساز پرده نداره و شما برای اینکه بتونین نوت‌ها رو صحیح بگیرین باید این انگشتاتون چشم در بیاره که جای درست بذارین که اگر میخواین مثلا روی دسته ویولون نوت لا 440 هرتز رو پیدا بکنین که اینه، حالا اگه دقیق نتونستین نوت لا 440 هرتز رو بگیرین که
خیلی دیگه باید حرفه‌ای باشین که بتونین جوست اون نوتو پیدا بکنین، دیگه 5 سنت کم و زیاد، 2-3 سنت کم و زیاد، ماکسیموم دیگه 10 سنت کم و زیاد، دیگه اونجا وارد مرحله فالشی میشیم. مشکلی نداره، حنجره هم همینه، باید نزدیک به این فرکانسا حرکت بکنه و باید انقدر اینا رو بشنوه خواننده که هی این فرکانسا از طریق گوش که تربیت میشه و دستور میده که شما چه مدلی باید این فرکانسا رو توسط تارهای صوتیتون اجرا بکنین، اون موقع گوشتون قوی میشه و با تمرینای کانتاتی کار کردن و آواخوانی و وارماپای قبل از اجرا شما میتونین کوکتون رو بهتر و بهتر بکنین و به یک خواننده جوستخون حرفه‌ای فیکس تبدیل بشین، چون مهمترین بخش ماجرا کوکه تو موسیقی. یعنی نوازنده و خواننده‌ای که کوکش دقیق نیست هنوز وارد اون مرحله حرفه‌ای نشده. زنده وکیلی همونطور که گفتم خواننده بسیار خوب و حرفه‌ایه، آرزوی موفقیت میکنم براش و امیدوارم که کنسرتاش همیشه پروپیمون باشه و مردم حمایت بکنن از این هنرمندای واقعی کشورمون.